سلام سلام. شبت بخیر، خوب هستی؟ شب خیلی خوب هستی؟ مرسی عزیزم، مرسی. مرسی. چه خبر؟ خوبی؟ قربانت، مرسی. شب همه دوستای عزیز بخیر. یه لحظه فقط من اینو تنظیمش کنم تصویرمو. خب بسیار عالی، این خوبه. بسیار عالی. اه، خب خوبی سرای جان، حالت خوبه؟ مرسی عزیزم، مرسی مرسی. امیدوارم شما حال چطورین؟ خوبین؟ دوستای مرسی. ممنون، امیدوارم حال دوستان خوب باشه. امروز خواستیم یه لایف داشته باشیم به خاطر اینکه چند تا سوال گرفتیم، بودیم توی این لایف جواب سوال دوستان رو بدیم. بسیار عالی، بسیار عالی. ام، به نظرت اول من خودم معرفی کنم؟ 100%، 100%. بله. ببخشید من دارم به زمانم میخونم دوستایی که امیدوارم که دوستای عزیزی که جوین میشن فارسی رو، حالا اگر کسی سوالی داشت بعدن فارسی مشکلی بود میتونید ازمون بپرسین توی دایرکت. بسیار عالی. ببخشید شرمنده مارال جان. بله 100% خودتو معرفی کن آره. بعد بریم سلام سراغ به سوالا. دوستای عزیز، من مارال هستم. توی سوئد زندگی میکنم. البته تقریبا 17 سال اومدم سوئد، توی اسکلیستونای سوئد زندگی میکنم. مادر یه دختر زیبا هم هستم و توی حوزه مالی هم کار میکنم و این بیزینس هم در کنار شروعش کردم. بسیار عالی. و مارال جان واقعا از کسایی هستن که هدفمندن و من فکر میکنم که کسایی که میدونن چی میخوان خیلی راحت میتونن به منظورشون برسن تو مدت زمان خیلی کوتاه‌تر. درسته؟ داریم. یعنی خواهش میکنم. درود به همه عزیزان. من که سریا هستم و منم حدوداً 2 سال میشه تقریبا شروع کردم این بیزینس رو، در کنار کارم که کار مامایی هست. قبلا بیشتر تو قسمت آموزش فعال بودم، الان تو قسمت درمان و این کار رو به عنوان کار جانبی فعلا شروع کردم تا ببینیم که چه جوری پیش میره. ولی خب فکر میکنم هدف اکثر دوستایی که این بیزنس رو شروع میکنن این هستش که معمولا چی میگن یواش یواش آدم کنار کارش، یعنی ایدئال ترین حالتش اینه آدم شروع میکنه. بعد ماها متفاوت هستیم دیگه. زمانی که آدم فکر میکنه که خب الان کافیه، مثلا اندازه نصف حقوقم بهم میده، ممکن آدم بکنه کارشو 50%. و زمانی هم که راضی بود فکر کرد که اوکی میتونم مثلا کارمو کنار بذارم. خیلی از عزیزان مرحله رسیدن که کارشون کنار گذاشتن و اون آزادی رو، ولی هدف هممون فکر میکنم اون آزادی واقعا، نه به معنی واقعی. مخصوصا توی سوئد خودت میدونی این کشور اروپایی، بس صبح زود بلند بشی شب میای خونه، بعدی که به هیچ کاری واقعا نمیرسی، همیشه استرس. آره برسم خونه، حالا یه غذایی درست کنم یه چیزی، بعد دیگه بخواب فردا صبح برو سر کار دیگه. واقعا هممون دوست داریم یه آزادی زمانی، واقعا از لحاظ مالی هم حتی باورت میشه خیلی دقیقا. درسته. مثلا اینجا ما کارهای خوبی داریم ولی واقعا درآمدمون انقدر نیست که بتونیم، یعنی بخوایم اونجوری که دلمون میخواد زندگی کنیم. بخوایم مثلا من دوست دارم سفر برم، دوست دارم بیشتر تفریح داشته باشم ولی از لحاظ مالی واقعا این چیزو نداشتم، این موقعیت رو نداشتم. دقیقا. خیلی دلایل داشت که من این بیزینس رو شروعش کردم. اولین دلیلش واقعا دخترم بود، چون همجوری که تعریف کردم من واقعا وقتی که دخترم کوچیک بود اصلا پیشش نبودم، همش کار میکردم به خاطر وضعیت اینکه اقامت رو نداشتم. همه سالهای کودکیش گذشت و من واقعا اصلا هیچ لذتی، بعد که این بزرگ شد اصلا چون همش تنها بود، واقعا مثل این بود همش دوست داشت تنها باشه. من دوست داشتم تازه که اقامت گرفته بودم یه ذره باش وقت بگذرونم، این اومده بود توی دوره تینیجر و اینا دیگه این دوست داشت خودش تنها باشه. یعنی دقیقا. انقدر این حسرت توی دلمه، دوست دارم مثلا یه روزی، حالا مثلا الانم که مثلا خب پیشم نیست، رفته واسه تحصیل شهر دیگه رفته، ولی واقعا تو آینده این نزدیک دوست دارم وقتی که از درسش تمام شد برگرده بیشتر باش وقت بگذرونم. دقیقا. و دلایل دیگه هم خب بازنشستگی هم اینجا. واقعا من امسال اتفاقا یه ویدیو گرفتم اومد، اصلا تعجب کردم، گفتم یعنی من تا 67 سالگی اگه فول تایم کار کنم بدون اینکه هیچ مشکلی واسم پیش بیاد. خب آدم نمیشه، شاید مریض بشی، شاید بخوای یه ذره مرخصی بیشتر بگیری ماهی، یعنی قبل این که مثلا ما بدی 18000 کرون، فکر کن بعد مالیات چقدر میشه. من الان کرایه خونه دقیقا. فقط 11000 کرونه. همین دقیقا. دیگه واقعا به یه راه دیگه واقعا فکر کردم، بعد یه راهی که مثلا بتونم از خونه باشه دیگه، دوباره نرم بیرون 3 شیفت و 4 شیفت کار کنم.
و دقیقا همینطور که میگی، من از موقعی که این بیزنس شروع کردم متوجه شدم که ما توی سوئد، چون خب من سوال از دوستامون اینترنشنال هست دیگه، همه جای دنیا آدم سوال میگیره، به هر حال آدم صحبت میکنه، باور کنیم وضع ما از همه خرابتره. یعنی مثلا بعضی وقتا من خودم من روم نمیشه، هیچی نمیگم دیگه، وقتی که مثلا صحبت اینو میکنن که مثلا خیلی هم ناراضی ان، آره ما درآمد مثلا فلان، حالا مثلا حتی با تحصیلات خیلی شاید چی میگن، چون به هر حال آدم فکر میکنه که میتونه موثر باشه دیگه، مثلا سطح درآمد و اینا. من هیچی نمیگم که درآمدمون چقدره، میدونی، یعنی خیلی خیلی فکر میکنم ما وضعمون بدتره، به اضافه اینکه مالیات بر مالیات بر مالیات همیشه هستش دیگه. من اون اوایل اصلا تعجب کردم، گفتم چرا سوئدیا، فکر می‌کردم به خاطر اینکه خب آدمای خیلی سالمی ان دیگه، یعنی پیرای سالمی هستن. گفتم چرا اینا مثلا از توی خونه مثلا میرن مهاجرت میکنن، میرن موو میکنن یا میرن جابجا میشن، میرن توی آپارتمان. و بعد آره با چند تا از دوستام که صحبت کردم، گفتم چرا مثلا الان، چرا این موقعیتی که الان تازه بازنشسته ای، میتونی بشینی من به گلات برسی، میتونی بشینی مثلا چرا تو باغچه باشی اینا، بعد به خاطر که از عهده بر نمیایم، یعنی اکثرا آره از نظر مالی نمیتونن مخارج اینو، برای همین بیشتر اکثرا خونه هاشون رو، من عمومیت نمیدم، همه رو نمیگم، ولی تو اون به هر حال محدوده‌ای که من دیدم، دوستا و آشنا و کسی که دور برم بودن، اینجوری بوده که میفروشن و بعد میرن آپارتمان. منم خیلی میشناسم که این کارو کردن، چون واقعا وسعشون نمیرسه دیگه پولم انقدر نیست که بخوام مثلا یه ویلا رو اداره کنم. دقیقاً به خاطر هم میرن یه آپارتمان کوچیک میخرن که حداقل خورد و خوراکشون رو بتونن تهیه کنن. خب فکر کن مثلا عمر داری کار میکنی، فرض کن من به این فکر میگم، خب اینا 40 سال ما داریم، 40 سال داره کار میکنه، بعد میگه این فکر میکنه، بعضی روزا میشینیم در مورد این چیزا توی فیکر رسا میشینیم حرف میزنیم، بعد این به همشون میگم ما باید تا 67 سالگی کار کنیم، در حالی که 40 سال اینا داره کار میکنن، میگه نمیرسیم، خیلی فرق داره 2 سال بیشتر کار کنیم به بازنشستگی، یعنی اون بازنشستگی که میگیرن خیلی فرق داره. تو فکر کن، گفتم پس تا اون موقع که من بازنشسته میشم تا 70 80 سالگی باید کار کنم. حالا یه چیز جالبی ما جان گذاشته، یه ویدیو درست کرده بودی در مورد اینکه رئیستون در مورد چیز گفته بود که با آی میخوان چیز بکنن، جایگزین بکنن. بعد شروع شده، از این هفته شروع شد این آی اومد توی سیستم. حالا یه صحبتی که کردی این بود که گفتم حالا اینو توی یک از لایو که با هم داریم و در موردش توضیح بدم، حالا برای عزیزایی که ویدیوی مارال جان ندیدن، رئیسشون اومده بود گفته بود که آره قراره که آی بیا جایگزین یه سری پرسنل بشه، کم بود چی میگن کم بکنیم پرسنل رو. و بعد صحبت این بود که اشاره کردی که خوبه که یه چند نفر تا اون موقع بازنشست میشن، و گفتم بعد از مارال بپرسم تا کی حساب کرده سن بازنشستگی رو، تا اونجایی که این خیلی مهمه به بالا، میدونی. بعد فقط ما 19 پرسونال هستیم، 19 نفر هستیم، از این 19 نفرمون 3 تامون مثلا 40 و مثلا 30 و اینا هستیم. بعد من آخرین نفری هم که استخدام شدم. بعد توی به قانون سوئد آخرین کسی که استخدام میشه اولین نفریه که میره. خب اگه این آلترناتیو الان بازنشستگی هست، اربیودانده بهشون بدن، کسی که بازنشسته بشه مثلا یه سال نمیدونم حقوق بهشون میدن، اگه اونا قبول نکنن من دیگه رفتنیم. حالا تو که جات امنه، برای همین حالا من میگم برای دوستایمون که یعنی به هر حال این خوشبختانه اینو شروع کردی و به قول معروف یه پلن بی داری، احتیاج نیست که نگران باشی. ولی اون چیزی که باز من دیدم سر کارمون، که همش من گفتم وای خدای من چرا اینا نمیرن دیگه، یعنی من همش منتظر بودم، مثلا خودم همش میگم که بیشتر از 60 سالگی من دیگه کار نمیکنم، از 60 سالگی، یعنی اون موقعی که آدم بتونه بازنشسته بشه که فکر کنم 61 هستش، ولی بعد نگاه میکنم میبینم که اینا شدن 61 هستن، 100% کار، 63 هستن، 65 هستن، آخرش وقتی که 67 میشن، یعنی بعد ببخشید بیرونشون میکنن. یعنی اینکه گفتی بازنشسته ها میگن، خیلی امیدوار نباش ما داشتیم واقعا، گفتن دیگه باید بری 67 داشت وارد مثلا پارسال داشت وارد 68 میشد، گفتن دیگه نمیشه، به قانون نمیشه کار بکنی. دقیقاً. یعنی اون همون به قول این میگن سیست این پشت بود، این که مثلا مال آخری که میاد اولیه که میره،
بازم مثلا اگر آدم شانس بیاره که میگم اونی که بازنشست بشه بره، و بعضیام خب احتیاج دارن میگن خیلی خب حالا مثلا نگهت می‌داریم قراردادی یا فلانی، و باز همون یعنی تهدیده هست. ولی خب چیزیه که واقعا من به همه عزیزان اصلا کلا اگه اینا نرن دیگه من رفتنیم، ولی میگم خدا رو شکر من اینو شروعش کردم. یعنی واقعا به همین چیزا هم فکر می‌کردم دیگه، فکر می‌کردم خب دیگه این من توی حوزه‌ای هستم که همه چی داره کم کم دیجیت، کلا فقط حوزه من نه، مثلا خیلی شغلا. اتفاقا امروز یه پست از یکی دوستا دیدم که گذاشته بود این خیاطی هست توی اون تولیدیا، باور میشه از همه اونجا نفرایی که اونجا نشسته فکر کنم 2-3 نفرش فقط آدم بودن، اونایی دیگه همه ربات بودن. دقیقاً. من همیشه به دوستان میگم، حالا به شوخی اینا میگم آخرین کسی که باید بترسه از اینکه با چی میگن هوش مصنوعی جایگزین بشه منم، برای اینکه خب زایمانا رو فعلا نمیشه حالا با هوش مصنوعی انجام داد اینا. یعنی خیلی باید آدم واقعا توصیه میکنم که به عزیزان که شروع بکنن به عنوان پلن بی اینو در کنار کارشون، اصلا برای اینکه آرامش خاطر داشته باشن. میگم الان خیلی از کارا رو من مثلا دوستا آشنایی خانوادگیمون هستن که اینا سالیان سال سابقه کار دارن، مثلا فرض کنید تو شرکتایی مثل اریکسون، که ولی باور کنید هر سال یه موقع خاصی هست توی سال که اینا بدنشون یعنی 1 ماه 2 ماه میدرسه، همه فرق نمیکنه با وجود سابقه کارها. شما گفتید مثلا من آخریم اینا، ولی اونا نه، کارش فوق العاده عالیه، یعنی هیچ چیزی نداره، سابقه کار زیاد. ولی وقتی که شما مثلا فرض کنید یه لیست بلند بالا میخوان بدن و کم میکنن دیگه، شما ممکنه که واقعا شما توش قرار بگیری. یعنی برای همینه که هیچ انگار به نظر میرسه که کمتر کسی هست که معصوم باشه، در امان باشه از این. و همین خیلی خوبه برای اینکه آدم این آرامش خاطر رو داشته باشه. مثلا الان شما که الان اوکی حالا بکنن این کارو، اصلا به سرعت داره جلو میره. خیلی عجیبه. تو فکر کن مثلا چند ساله، 1-2 ساله، 1 سال نشده آی اومد، خیلی شغلا رو گرفت واقعا. اصلا کلا با سرعتی پیش میره که آدم اگه بخواد معطل کنه یعنی واقعا به پاش نمیرسه. بعد هر آدم یه فکر دیگه به حال زندگی بکنه. بعد بیزینس ما اینش خوب آنلاینه دیگه، مدرنه، هر روز همه کارا داره به این چیز میره دیگه. فقط من الان همه خریدامو واقعا آنلاین میکنم، حوصله ندارم برم خرید لباس و اینا، همش آنلاینه دیگه، زندگی ها شده واقعا آنلاین. دقیقاً. و واقعا من داشتم بعد از اون پسرم گفتم الان یه مدت من حالا بعد توی ویدیو بعدی توضیح میدم، من سپاسگزارم از دوستایی که سوال کردن اینا، من کمتر دیده شدم، کمتر پست گذاشتم اینا، حالا بعد علتش رو توضیح میدم اینا. ولی بعد خیلی خیلی استرسم زیاد بوده، خیلی فشار زیاد بوده روم. بعد به پسرم گفتم دیگه من چیز نمیرم فروشگاه و اینا خرید بکنم. الان 2-3 بار که رفتم بیرون خرید کردم مثلا با دوستام اینا، که همیشه اشتباه شد، همیشه گول خوردم. میدونید گفتم لااقل آنلاین باشه میتونم دوباره چک کنم، میتونم دوباره نگاه کنم ببینم درسته غلطه مثلا چه جوریه، ولی واقعا امن‌تره. حالا مانا جان دقیقاً. و اینکه فکر میکنم خیلی از دوستان میدونن اینو که خیلی خوبه که آدم پلن بی داشته باشه. میدونن، خیلی ها هستن که مثل من و خودت دنبال این موقعیت هستن که واقعا یه کار آنلاین شروع بکنن. ولی حالا گفتی که قبلش هم صحبت کرده بودیم، خیلی دوستا سوال کرده بودن، سوالایی که در مورد این هست. بپردازیم به سوالایی که دوستان میپرسن در مورد این و دوست دارن در موردش بدونن که چرا حالا اوکی پلن بی خوبه، کار آنلاین خیلی خوبه، چرا باید این کار رو انتخاب بکنن؟ نه؟ آره دقیقاً این چه کاری هست و کارشون چی و اینا. خب من توضیح بدم یا میخوای خودت شروع کنی؟ شما بفرمایید، شما بزرگترین. خواهش میکنم. به قرار نشد نه شوخی میکنم، من سنم بیشتره ولی با کمال میل. ببینید کاری که ما در حقیقت تو این بیزینس انجام میدیم اینه که کار ما اینه که ما یه موقعیت آنلاین رو معرفی میکنیم برای عزیزایی که مثل شما دنبال این هستن که دقیقا همین صحبتایی که کردیم، آزادی زمانی، آزادی مکانی، امنیت کاری داشته باشن. درسته؟ اینو بهشون پیشنهاد میکنیم. بنابراین خیلی خیلی ساده بخوام بگم، کار ما تبلیغه برای یک بیزینس آنلاین.
به زبان خیلی ساده. حالا کاری که ما میکنیم این هستش که فرض کنید کاری که الان ما داریم میکنیم، داریم معرفی میکنیم، میگیم که اوکی به این دلیل به این دلیل به این دلیل خیلی خوبه که شما یه پلن بی داشته باشید، این کارو شروع بکنید. و شما میگید که خیلی خوب مارال، ثریا، این کار چیه، چه جوریه. بنابراین وقتی که شما با ما تماس میگیرید که معمولا اولین قدمش هم این هستش که شما مثلا اسم و ایمیل آدرستون رو یا برامون میذارید یا توی وبسایتمون میرید مستقیم وارد میکنید که توی بایوامون هست، اگر نگاه بکنید خودتون وارد میکنید. بعد وبینار براتون فرستاده میشه، یه وبینار اطلاعاتی هست، 2 تا ورکشاپ هست، اینا رو میتونید ببینید و بعد میگید که چقدر خوب، به نظر من این خیلی جالبه کاری که دارین میکنید، میخوام اطلاعات مثلا بیشتر داشته باشم. خب بنابراین ما کاری که میکنیم یا شما وقتی که وارد میشید کاری که میکنید اینه که راهنمایی اون کسی رو که به واسطه شما وارد این بیزنس میشه رو به عهده میگیرید. یعنی قدم به قدم راهنمایی میکنید که اوکی مثلا حالا به اطلاعاتون میدید، مثلا وبینار رو میبینن، بعد پستاتون رو معمولا ما روی شبکه‌های اجتماعی پست میذاریم دیگه، یعنی پیجای خودمون رو داریم، پست میذاریم، پستامون باید اطلاعاتی باشه. یعنی یه نفر که میاد توی پیج ماها بدونه که اوکی ما داریم چیکار میکنیم، این بیزنس چیه، مراحلش چیه، چه مزیتایی داره، تمام سوالایی که توی این ارتباط هست. بنابراین خود پیج رو ما درست میکنیم با اطلاعاتی که در حقیقت هر کسی احتیاج داره بدونه برای اینکه بخواد یه بیزنس رو شروع بکنه. و بعد وقتی هم که وارد میشید ما در حقیقت نقش منتورشیپ رو داریم، یعنی راهنمایی هر عزیزی که وارد میشه تا زمانی که به درآمدزایی خودش برسه. بنابراین ما این کارو داریم. شما وقتی که بیزنس رو شروع بکنید یه منتور دارید، یه کوچ دارید، به اضافه اینکه یه سری ترنینگ و یه سری آموزش‌های رو خود در حقیقت کمپانی که ما باهاش کار میکنیم اون آماده کرده و این یعنی در حقیقت میشه بگیم تمام زمانی که ما داریم با این بیزنس کار میکنیم این حمایت و این ساپورت 24 ساعته رو به اضافه آموزش‌ها که مرتباً آپدیت میشه داریم. چیکار باید، ما هیچ کدوممون نمیدونستیم تو شبکه‌های اجتماعی چیکار باید بکنیم، درسته؟ و ما معمولا مبنا رو همیشه اینجوری در نظر میگیریم که شمایی که میخواید وارد بشید مثل ماها هیچی نمیدونید از شبکه‌های اجتماعی چجوری باید باش کار بکنید. خیلی مزیت خوبیه. مثلا فرض کنید حالا شاید بعد سوال بعد مثلا فرض کنید این باشه که آدم کی به درآمدزایی میرسه. یه سری عوامل هستش که ممکنه که یعنی که تاثیر میذاره روی اینکه ما چه زمانی یعنی یا چیا تسریع میکنه که ما به درآمدزایی برسیم. فرض کنید یه نفر که شبکه اجتماعی خیلی خوبی داره، حالا دوست و آشنا خیلی داره، پیجش خیلی فعاله، نمیدونم بلاگر بوده یا به هر حال فعال بوده شخصی، خب این خیلی شانس خیلی بیشتری داره نسبت به منی که موقعی که این بیزنس شروع کردم مثلا اومدم اولین پست رو گذاشتم، اومدم مثلا یه اکانت درست کردم. نه، برای همین اینا میتونه مؤثر باشه توی اینکه ما زودتر برسیم به اون مرحله‌ای که بتونیم در حقیقت درآمدزایی داشته باشیم. منتها ما همیشه مبنا رو بر این میگیریم که ما هیچ چی نمیدونیم، صفریم در مورد شبکه‌های اجتماعی و در مورد بیزینس. ثریا اینو یادمون نره که واسه کسایی که مثلا راحت نیستن جلوی دوربین یا حالا به هر دلیل دوست ندارن صورتشون مشخص بشه، ما حتی یه دوره هم واسه این داریم که بیان چجوری مثلا تبلیغات کنن بدون اینکه تصویر خودشون نشون بدن، بدون اینکه خودشون بیان جلوی دوربین. اینم دقیقاً و نکته خیلی خوبی رو اشاره کردیم، به خاطر اینکه معمولا ما خیلی متفاوتیم. ممکنه الان مثلا ما میگیم که ما کارمون تبلیغ، در حقیقت این بیزنس آنلاینه. ببینید ما هر کدوم متفاوتیم از نظر شخصیتی، از همه نظر متفاوت هستیم، درسته؟ بنابراین شما وقتی که وارد این بیزنس میشین شما خودت میشی برند خودت. یعنی اون کسی که میاد، همونطور که اشاره کردم، میاد شما میشید معلمش، شما میشید مربیش، منتورش. برای همین باید با شما ارتباط برقرار کنه، احساس کنه که اوکی میتونه مثل یه جورایی میتونی همکار بشین دیگه، درسته؟ و شما خودتی که انتخاب میکنی که چجوری میخوای این تبلیغ رو انجام بدی. یه نفر دوست داره که راحت تره که ارتباط مستقیم با مخاطبش برقرار بکنه. ممکنه یه نفر هر شب دوست داشته باشه بیاد لایو، مثلا با هر کسی سوال داره بیاد بپرسه. دوستای عزیزی که هستن با کمال میل اگه سوالی چیزی هم داریم حالا من گفتم میتونید اینجا بنویسید، سوالا جواب میدیم. میتونه اینجوری راحت تره، میگه که من اینجوری ارتباط مستقیم میخوام. یه نفر ممکنه بگه اصلا من نمیخوام جلو دوربین، اصلا نمیخوام چهره‌مو نشون بدم، که دقیقاً همونطور که گفتیم ما اصطلاحاً میگن فیسلس، چیز بدون چهره. اینا حتی آموزشش هست که چیکار کنیم. مثلا یه سری دوستا هستن که من شاید اصلا توی این بیزینس فعالیت میکنن، کار میکنن، اصلا حتی اسم واقعیشون رو نمیدونم چیه، پستای